بذارید از دستتون بدن. آقا چرا دارین دست و پا میزنید ارزشتون رو یه سری آدم کوروکر رو بفهمن بهشون ثابت کنید؟ اصلا نیازی به پروف کردن نیست. ببینید کی براش مهمه که از دستتون بده یا نده، کی مراقب حضورتونه تو زندگیش. اصلا فرقی نمیکنه دوستت باشه، پارتنرت باشه، خانوادت باشه، هر کی باشه. این همه دست و پا زدن برای چیه؟ بذارید از دستتون بدن آدمایی که قدرتون رو نمیدونن. قدر شناسی رو یادمون رفته. اگه کسی یادش نیست، شعورش رو نداره، من لزومی نمیبینم بخوام باش در ارتباط باشم. به خاطر دل خودم خوبی میکنم، عشق میدم، ولی جایی که ببینم یه آدمی اصلا کلن داره یه چیز دیگه ای رو برداشت میکنه، ببخشید یه نه محکم میکوبم تو صورتش. تعارف نداریم، تعارف نداشته باشی. بخش اگه بد بودم، اگه کم بودم برات، اگه کم گذاشتم، اگه گاهی